تارگت بعدی دلار کجاست؟ دوستان عزیز سلام. همینطور که ملاحظه میکنید قیمت در یک کانال صعودی قرار گرفته. این محدوده 200,000 تومان ممکنه که قیمت یک استوپ کوتاه مدتی رو داشته باشه، اما همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم روند دلار امسال صعودی خواهد بود، خصوصا در نیمه دوم سال این صعود تقویت هم خواهد شد. اما چه سناریوهایی برای صعود قیمت ما خواهیم داشت؟ سناریو اول اینه که تو همین محدوده سقف کانال و همین محدوده 200,000 تومان یک اصلاح کوتاه مدتی رو داشته باشیم، مثلا قیمت تا 194,000 تومان یه اصلاح بکنه و بعد صعود بکنه. سناریوی بدبینانه هم متاسفانه این هستش که این حرکتی که اینجا آغاز شده بخواد همینطوری پرقدرت به صعود خودش ادامه بده و تارگت قیمت اگر که این گام صعودی بخواد تکمیل بشه میتونه حوالی